لامین یامال از لاماسیا تا فیکس تیم ملی اسپانیا، ستاره‌ای که ازش به عنوان مسی بعدی بارسلونا یاد می‌کنند و حالا دیگه فقط 17 سال سن داره. لامین یامال نظراوی ایوانا، وینگر راست بارسا که 13 جولای 2007 در کاتالونیا به دنیا اومد. مادرش اهل گینه و پدرش از اهالی مراکشه. فوتبالشو توی لاماسیا شروع کرد و از همون اولم به عنوان یکی از امیدهای آکادمی شناخته شد. خیلی سریع به تیم ای جوانان رفت و طولی نکشید تا ژاوی هرناندز توی سپتامبر 2022 اونو به تیم اصلی فراخوند. وقتی این روزا اسم لامین یامال رو سرچ کنید با لیست بلند بالایی از رکوردها روبرو میشید. جوان‌ترین بازیکن حاضر در ترکیب بارسا در قرن اخیر، برنده جایزه جوان‌ترین بازیکن در میان کاندیدهای گلدن بوی که حتی به خاطر مدرسه‌اش توی اون مراسم حاضرم نبود، جوان‌ترین پاسور بارسا، جوان‌ترین گلزن لالیگا، جوان‌ترین بازیکن ال کلاسیکو و درخشش یامال باعث جلب توجه لوئیس دلافوئنته سرمربی اسپانیا شد. اولین بازیشو مقابل گرجستان انجام داد و توی همون بازی تونست عنوان جوان‌ترین گلزن تاریخ اسپانیا رو هم کسب کنه. یامال توی رقابت‌های یورو 2024 هم درخشیده و توی بازی نیمه نهاییشون مقابل فرانسه، اونم بعد از مصاحبه پرسر و صدای ربیو که گفته بود باید بیشتر تلاش کنه اگه میخواد به فینال برسه، یکی از زیباترین گل‌های جام رو ثبت کرد. به نظر شما یامال میتونه مسی بعدی باشه؟